خواجه بیمار شود بین چه کسان می آیند، جان بر سر بالین مسکین مگسان می آیند. انتظار باشین نویگری های ما را در استودیوی نومان. همراه هم نبودی وای نبودی یاری به پروا. اولین سرود نفیسه را همراه شیردل دویت چون کنیم پیشکش شما بگردونیم یا سرود یکه خودش تو خواب خونه. فرشته مازی کجایی با صورت ماهی هوایی. این استودیوی نوی مای انشالله که در حق من دعاگو باشین. خواجه بیمار شود بین چه کسان می آیند، جان بر سر بالین مسکین مگسان می آیند. ست گوران سخنی سخت به اصلاح آرد، چرکی پیراهن پولاد به صابون نرود. هر گلمه که در او نقش ازل بافته بود، نو فلک صابون اگر سازی مصفا نشود. ای کفی خاک بگین هستی تمنا چه کنید، جان استخوان تو در نظر برکند و بالا چه کنید. چشمی شهلانگ تو را که خورد مور و لحد، بر رخی آگینه هر لحظه تماشا چه کنید. افتاد و درخت که بکن منالید، جان از زخم تبر به خاک و خون منالید. گفتم چه کسی برش از تبره، آنه که به زیر سایه میخوابید، آنه که به زیر سایه میخوابید. سلام علیکم دوستای عزیز، مخلصای مهربان. آواز سینا جان بعدم را گوش کردین، راحت کردین، سلامت باشین. برادر عزیز، دوستای عزیز، ما یکم برنامه که پیشکش شما گردوندیم ای سینا را اکثریت شما کامنتر کردین که نعیم جان سینا را دستگیری که آینده خوب داره. برادر عزیز، همین فکرای شما بود که یک جایه انشالله که سینا جان را دستگیری میکنیم. انا برادر عزیز، یک خواهش ای همه شما، همین خواهش شما را امکانیت باشه اجرا کنین، کامنتر کنین. تمام. مسئله چی مسئله؟ برادر عزیز، ما یکم سروده که ما میخوایم که سینا جان بخونه ارنجیروفکا کنیم، تنظیمش کنیم، پیشکش شما کنیم، کلیپ شه. برادر عزیز، همین تصمیم گرفتیم که یک سرود استاد صادق خالفه بخونه. به همون خاطر ای همه شما خواهش میکنیم که کامنتر کنین که کدام سرود استاد صادق خالفه سینا جان پیشکش شما بگردونه. فقط کامنتر شما را ما انتظاریم که کدام سرود استاد صادق خالفه سینا جان بخونه و تنظیمش کنیم، کلیپش کنیم، پیشکش شما بگردونیم. این هم خدمت شما در کاره که کامنت کنیم، فکرای شما قطع یک جایه دستگیری میکنیم سینا جان. اولین سرود نفیسه را همراه شیردل دویت چون کنیم پیشکش شما بگردونیم یا سرود یکه خودش تو خواب خونه. همین دم یک کامنتر کنین، از یک سرود میخونه نفیسه، بعدا صحبت با دوام میتیم. همراه هم نبودی
وای نبودی یاری به پروا خستم نمودی وای نمودی خسته و تنها نمیدانم خبرت را هر جا که شنیدم سوی تو به بوی تو دویدم همه رنج از تو که کشیدم مهربانی ندیدم همدم و حبیبم نستی نستی بس چرا نصیبم نه 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 نستی همدم و حبیبم نستی نستی بس چرا نصیبم نه 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 نستی. برادرای عزیزی ما آواز نفیسه را در دیگه برنامه گوش کرده بودین، تماشا کرده بودین. با این سرود امروی شیردل جان تیار کردین، پیشکش شما کردن. اگر که پسند آمده باشه یک کامنتاریا حتما انتظار ما شما. برادرای عزیز شیردل جان سرود بخونه با نگین که سینا و نفیسه خواند در استودیو نوتون شیردل نی شیردل هم براست خودش پیری کوره 5 سال شد. تا میخونی؟ مالا فرشته مازی کجایی با صورت ماهی هوایی مثال تو ندیدیم عزیزکم فرشته مازی کجایی با صورت ماهی هوایی مثال تو ندیدیم عزیزکم تو چون فرشته آسمان تو چون ستاره خندان تو را میخواهمت از جان عزیزکم با من بمان. دوستای عزیزی من شیردل جان فکر میکنم بسیار گوش کردگین همه میشناسین. خلاص دیگه برادرای عزیز این استودیوی نوی مای انشالله که در حق من دعاگو باشین. ای پای کار بارمون میشیم یگان خدمت شید ما هم در خدمتیم. یک نقشه داریم که امی سینا جان یک انسامبل کنیم در توی معرکهای هموطنا خدمت کنن. اولین نقشه من همیه نصیب باشه اگر که سرودش پیشنهاد کردیم بعدا با هم خیلی کار میکنیم. نقشه اساسی همه که یک انسامبلش کنیم و توی دا اشتراک کنه برای که فکر میکنیم که آواز سینا فقط برای توی گذراندن بسیار خوبه. یک برادر کتی هم صحبت شدگیم ولی برنامه آینده دا نصیب باشه و برادرم فیراد میکنیم که قطعی سینا یک جای انسامبل میکنن و توی به توی میگردن خدمتی ما و شما را میکنم برادرای عزیز. خلاص گپ ما کار شروع کردیم برادرای عزیز. روزای نزدیک هم سرود و کلیپ سینا جان هم میبینین، هم ای نفیسه را، هم ای شیردل، هم ای محمد جان. خیلی با دیگه شاگردا هستن نصیب باشه شما میبینین و بهاگذاری میکنین و دستگیریشون میکنین. خداوند نگهبانتون باشه. انتظار باشین نویگری های ما را در استودیوی نومون.